باری دیگه سلام علیکم برادرها. بازی آمدیم این فهمیدیم همین از общежит در حقیقت замначальники که همین کارخانهشون گرفته پرت افتاست. یا بچه توجیک رو گرفته از پرت افتاد. برادرها بسیار من دلگیر شدم، بسیار عصبی شدم. این قدر آدم ترسو نمیشود. نخود در پیش شما همین قدر زدنشه. یک آدم در مابین 5-6 آدم زده، یک کس خلاص نکرده. از دوم اتاج اینجا رنگ سوم اتاج، از سوم اتاج پرت افتاد گرفته. از سوم اتاج گرفته بچه توجیک یک خری پدنالات پرت افتاد که دیگه همه تماشا کرده. نخو با دو میلیسته رفته شما گفته باشه که ما ندیدیم این کارا. عیبه، این شرمندگی، این بی‌ناموسی بین آدم نخوا این قدر ترسونچک شود. شما نخوا از یک تا دپارتاسیا ترسید. شما حتی دپارتاسیا میترسید، همین با دهان شما دپارتاسیا میکنم میگم دیگه شما همه شما ترسیدگی. عیب شرمندگی نیست. آخه همین ریسک شما در کجای باشید همون خداوند میدهد. یک برده است، یک نیم برده است، در کجای باشید میدهد. عیب دانید جوانای توجیک، عیب شرمندگی. و خدا آدم بسیار مثال وای نشوید، آدم ایزو میکشد وقتی که گوید که من توجیک هستم. نخود برادر شما از دوم اتاج یک خری پدنالات مابین 5-6 جوانمردی توجیک شما میزند. شما تماشا میکنید، با رفته بیانات مینویسید که دمیلیسا ما ندیدیم. قنداتون نزنید در این بی‌ناموسی.